سلام علیکم. 8 اسفند ماه تولد سیمین خانم عزیزه و ما قرار امشب سورپرایزشون کنیم، تولدشون رو تبریک بگیم و بهشون بگیم همسرشون علی آقا خیلی عاشقشونه. اگه دوست دارید بدونید چه اتفاقاتی قراره بیفته با ما همراه باشید. بزنید. سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدین به رستوران خودتون. باعث افتخار ماست که در خدمتتون هستیم. ما برای اون عزیزانی که امشب تشریف آوردن به رستوران سورینا یک سری چالش در نظر گرفتیم که اگر شما بتونید برنده چالش ما بشید، هر چیزی که سفارش بدید مهمون رستوران سورینا هست. گرون باشه اشکال نداره؟ نه اشکال. چجوریه چالشتون؟ اول بین شما دو نفر یه شخصی انتخاب میشه، بعد من چالش خدمتتون توضیح میدم. تو چه مایه هاییه؟ بگید تا بگم. نمیشه بگم. نمیگم. تولد ایشونه، ترجیح میدم. تولد شماست. بسیار عالی. قطعا باید با خودتون شروع کنید. خب در جدول لطفا باز کنید که من چالش رو خدمتتون توضیح بدم. خب ببینید، چالش ما به این صورت هستش که ما براتون چند تا آهنگ پلی میکنیم. از بین این آهنگ‌ها اگر شما بتونید اسم خواننده ها رو درست حدس بزنید، برنده چالش ما هست. من پول هستی زیتوناش از همون میگم، همه اشتباه میگم. دیگه شما انتخاب شدیم و چالش رو باید انجام بدیم. مثلا جدیدا رو که من اصلا نمیشناسم. خب این برای ترک اول. لب دریا کنار تو کاملا درسته. من از آینده بی تو، من از هر سال. کاملا درسته. خب شما که مشاور حرفه‌ای هست. این آخری رو اگه درست حدس بزنید برنده چالش ما هست. این آخری رو اگه درست حدس بزنید برنده چالش ما هست. خب آماده این؟ سلام عزیز دلم، قربونت برم، تولدت مبارک باشه نقره خوشگله. سیمین دختر قشنگ منی، مرسی که به دنیا آمدی، مرسی که پیشمی، مرسی که وارد زندگیم شدی. از وقتی که تو رو دارم زندگیم خیلی قشنگ تره. مرسی ازت خوشگلم، مرسی که به دنیا آمدی و بابت خوبی‌ها و بدی‌های رابطمون هر چیزی که بوده ببخش منو. دوستت دارم، قربونت برم. سیمین خانم عزیز، 8 اسفند ماه تولد شماست و همسرتون علی آقا خیلی شما رو دوست دارن. خیلی عاشقتونن و خواستن از این طریق تولدتون رو تبریک بگم و شما رو سورپرایز بکنن. و یه پیغام عاشقونه دیگه هم براتون دارم. دوست دارید بدونید اون پیغام چیه؟ زده بارون به اون صورت ماهه، یه کمی خیس شدن موهای صافه، سرزمون دارم ولی تو رو که میبینم، مست چشمات میشم ساکت میشینم، دل به دل را داره جذابی عشقم، آرزو میره باشی جلو چشمم، دل به دریا زده اما عاشقم عشقم، اینجوری نکن با دلم ای نزن چشمم، مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته قلبم تو مشتت، مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته قلبم تو مشتت، آره قلبم تو مشتت. تولدتون خیلی خیلی مبارک باشه. امیدوارم در کنار همسرتون همیشه شاد و سلامت باشید با آرزوی بهترین. خندم که دنیا برون بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تا میشنوم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا چشات قشنگه، امشب پیش عالم آدم قلبمو بهت دادم، دلبر تماشایی من به عشقت افتادم، امشب پیش عالم آدم قلبمو بهت دادم، دلبر تماشایی من به عشقت افتادم.
بچه همین بشماری با هم دیگه از 10 9 8 7 6 5 4 3 حالا 2 حالا 1 که مبارک باشه. حالا لا 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 حالا لا لا چشمای تو خیره میشم زندگی تازه شروع میشه برام من از با تو بودن به خدا سر نمیشم تن تو آتیشه برام تو این اتاق پیچیده بوی تن تو یه بازم تو آغوشت بگیر آره دوست دارم وقتی که نزدیک منی اسمم آروم توی گوشم بگی اسمم آروم توی گوشم بگی دست من نیست تو عزیز جونمی خودت نمیدونی همه بود و نبودمی دست من نیست ای عشق ستونمی دست من نیست تو عزیز جونمی خودت نمیدونی همه بود و نبودم این دست من نیست ای عشق ستونمی هر دقیقه یه حرف تازه داره بارونیه که تو تابستون میباره قشنگی‌هاشون یه جا به یاد دل میاره من آرزوم بود سر و سامون بگیرم تو اومدی تا با آروم بگیرم دگر گوشم تویی تو که واسه میمیرم بخوام که محمد بشم خنده ها تو قربون دلم هزار باره شد مثل دل مجنون خدا نوشته اسم تو پای آرزوام تو باشی عاشق ترین آدم دنیا خیلی زیاد چند درصد؟ خیلی زیاد اصلا تصورم این نبود عالی بود مرسی زیاد که یعنی عدد نمیدم چند درصد خیلی زیاد یعنی خیلی عدد نمیتونم بهش بدم هر حال همین برنامه‌ریزی و علی آقا بود که یه شعر به یاد موندنی بشه براتون یه جمله در مورد علی آقا بگید که انقدر شما دوست دارم جمله خوب بگی اینجا منظور قضیه آنی من میمیرم براتون خدا نکنه براتونت مرسی بازم تولد مبارک باشه عالی بود خوشحالم که دوست اگر دارم 10 تا خاطره به یاد موندنی در تمام طول رابطتون داشته باشین سورپرایز شب میتونه جز اون 10 تا باشه حتما میتونه و اگه با شما چطور از برنامه رسید خیلی مرسی خیلی ممنونم تعریفتون رو شنیده بودم امروز که تجربه کردم واقعا لذت بردم دستتون در نکنه